برای بچه‌ها من ندارم. نه فقط کامنت رو بخون. پس تو کامنت رو بخون دیگه. من میخوام سوال بگم. سوال میخوای ترجمه قربونه دیروز ترک کردی. دیروز به سوالی که ترک کردی دیدی چه سوالی ترک کردی؟ منم حاشیه‌ای جواب دادم ولی حاشیه نشد. سلام کرد. همه سلام کردن؟ خیلی سلام هست. اینا رو بخونم. آره اینا رو حتما خودمون ببینیم. خب سلام علیکم خدمت همگی، منتظریم تعداد زیادتر شه، سری توضیحات خیلی کلی بدیم. هر موقع آماده بودی سوالات رو بپرسم بگی. زده یکم از موزیک امشب بخونم. اینجا بکنم بتونیم امشب جایی قول نده، گفتم که همه بیام فقط گل جمع کمه، اگه تو نباشی نشه من بمونم و من وقتی که صبح میرم بشه طوریم همه خودیم مثل خودمون آدم های کلیم بذار بره بالا نبزم باز. اینجاش خیلی دوست دارم مسعود بخونه. مسعود بخون. هستم نه اینجاش که امشب تو میخونه رو بخون. اینجاش بره بالا نبزم باز. بذار بره بالا نبزم باز. عجیب. خب تاجیکستان از تاجیکستان در مورد کرج زده بودن که عکاسی داریم. عکاسی در گفتم در تمام شهرها در تمام سانس‌ها با رعایت نرخ عکاسی خواهیم داشت. بله. ما آمادگی عکاسی برای تمام شهرها با هر تعدادی رو داریم، یعنی گروه ماکان این آمادگی رو داریم. اگه بشه یا نشه مقصر ما نیست، ما آمادگی عکاسی. دیشبم با کمک دوستان آقای کاشانی و هتل و بچه‌ها بالاخره شرایط فراهم شد که بتونیم عکس بگیریم تو زنجان. اگه لایو بره رو ده اگه لایو بره رو ده که قرار فراد بشین کاری کنه. فراد چی؟ خب آقا موزیک قفس امشب امروز پخش میشه رأس ساعت 6 درسته؟ بله همراه با موزیک ویدیو. بعد از 2 ماه یا 3 ماه ما داریم این ترکی میدیم، یعنی بعد از ترک امشب ما دیگه ترکی ندادیم که ترک امشب نتونستیم کنسرت رو بکنیم متاسفانه. بعد از ترک امشب قفس میشه 2 ماه یا 3 ماه که داریم به خرید ترک دیگه میدیم که انشاءالله در کنسرت ها بتونیم ما هم صدا بشیم. من از طرف خودم یعنی از طرف خودم یه چیزی بخوام راجع به این ترک قفس بگم، اینه که واقعا به دلتون میشینه. یعنی من خیلی دوستش دارم، خیلی ترک احساسی. همین خب میگن صدا خیلی کمه، یه ذره بلندتر یا تصویر جلوتر باید بکنید. آره منم این ترکو خیلی دوست دارم و واقعا از ته قلبم دوستش دارم. سلام عزیزم. از دلم. مهراد جون خوش اومد. داشتم داد میزدم اومد. صدا رو کم کن، قرار کامنتا رو بخون. آقا شیراز به خدا ما همه شهرها دوست داریم بیان. یه ذره فیلتر شکن چیه؟ نمیدونم. خیلی دلتنگ. کرج هم که 8م دیگه، کرج 8 بهمن اجرا داریم. امروز سایت رأس ساعت 4 باز میشه، لطفاً زود اقدام کنید. کیش هم که سایت برای تهیه بلیط باز شد. 3 بهمن هم کیش هستیم، سایت برای تهیه بلیط باز شده. مهراد خیلی دوست دارم. یا برو. آقا من یه پیشنهاد بدم. خیلی واقعا حالا قبل اینکه مسعود پیشنهاد شده من خودم مثل همین خیلی ذوق امشبو دارم قفس پخش بشه و اینکه روی روال میفته پخش موزیکا خیلی خوشحال‌ترم. من بگیم یادم باشه. آره 15ام قرار شده از تا عید یا شاید هم ادامه پیدا کنه تا فروردین. 15ام و 28م هر ماه یه ترک پخش می‌کنیم. 15ام و 28م هر ماه رأس ساعت 6 همراه با موزیک ویدیو و 3 تا تیزر. هر ماه 15 و 28 یه ترک پخش می‌کنیم. واقعی یعنی ماهی 2 تا ترک پخش می‌کنیم. آقا واسه سوال. خب قبل از اینکه پیشنهادم بدم واقعا منم موزیک قفس رو دوست دارم. واقعا دوست دارم. بخون یه ذره هم شو. موزیک ویدیوش قشنگه. بخون یه ذره شو. هنوز حفظ نکردم. باید بخونی. حفظ نکردم. نه باید این همه سر موزیک هنوز پخش نشد به خاطر این نخوندم. سر موزیک ویدیو من نه چون پخش نشده. آقا پیشنهادم بدم هر دفعه که لایو گذاشتیم یه دونه فن پیج بیاریم بالا باهاش صحبت کنیم. من شخصا موافق نیستم. چرا؟ یه اتفاق بد میفته. نه اتفاق بد. من دلیلمو بگم. من دلیلمو بگم. ببین یوگو مثلا من روام یه ما
بزنیم بعد فهم پیج تعدادشون کم نیست 96000 تو 96000 تا نمیتونی بیاری دلیل هست یعنی اجحاف میشه در حقشون یعنی اگه میشد همه باشن آره ولی چون نمیشه همه باشن نفریه دلشون میشه من به این فکر نکردم دلیل بعدش هم اینه که لایو غیر قابل پیش بینی یه اتفاقی بیفته کسی پاسخ نمیده اینا آقا کنسل دلیل دیگه هم اینه که مسعود همین الان اخراج شد همین الان آقا کنسل آخرین گیریم تمام شد انجام بده موهامو دوست دارم خیلی هم گفته بودم بهم خیلی گفته بود و خدا حافظ مسعود امشب میخوام شاهکار کنم دیگه چی رو دیگه راجع به موزیک گفتیم اونم که گفتیم موزیکو که گفتیم تاریخ موزیکا رو که گفتیم 15 و 28 هر ماه ساعت 6 اجرا رو که گفتیم دیگه چی مونده شهرها هم که امیدوارم دونه دونه کشید شهرها باز من اینجا بگم چون تو لایو ماکامدیا گفتیم ما در تمام شهرها برای بهمن ما یعنی اول بهمن تا آخر بهمن ما کلا تهران نداریم به دلیل اینکه بریم شهرهای دیگه و در تمام شهرها درخواست داشتیم رضایتنامه دادیم دیگه بقیهش به ما بستگی نداره بستگی بین کدوم شهر به اون مجوز بدن کدوم شهر به اون مجوز نداره هر شهر که مجوز بدن تاریخش رو اعلام می‌کنه نوشتن هنوز صدا بعدش آقا من هر دفعه شما لایو بذاریم نفری 5 سوال ازتون می‌خوام سوالاتون هم فرق می‌کنه سوالاتون فرق می‌کنه که فکر نکنید جواب بدید اول از امیر می‌پرسم بزرگترین راز چیه رازم چیه خب من خیلی ندارم آفرین اسمش روشه دیگه راز دیگه راز ولی خیلی ندارم بزرگترین رازم اون رازی که میتونی بگی باید فکر کنم واقعا چون الان هر چی فکر میکنم در طول لایو بهت میگم حله بله الان یادم رام جان شما میپرسم فوبیای خاصی داری من با شما ندارم خب ادامه فوبیای خاصی داری بله داشتم میگفتم شهر عراقم میایم حتما و اینکه بپرس فوبیای خاصی داری آره میشه بگی فوبیای موج دریا دارم مثلا این تصویرهایی که از بالا از دریا میگیرن یهو یه چیز سیاه مثل نهنگ گنده زیر مثلا دریا خیلی خب امیر جان چه چیزی باعث خجالت بده صداش الان بده چک میکنید لایو یه لحظه نه خوبه صدا خوبه دیگه نت شما دوست دارید احتمالاً مشکل صدا نه خوبه صدا خوبه چه چیزی باعث خجالتت میشه امیر جان چه چیزی باعث خجالتم میشه رفتار تو واقعا رفتار بقیه بیشتر خجالت میشه یعنی اگه بقیه کاری بکنن که مثلا دوستان دور و بریا یه کاری بکنن که نباید انجام بدن خیلی خجالت خب خجالت آورترین اتفاقی که برات افتاده چیه این قشنگ‌تر میشه اون زیاده همه رو دارین میپیچونیدا ساده تو گوگل سوالا رو داره میپرسید من 2 روز طراحی دارم ترین کاری که خجالت آورترین اتفاقی که برام افتاده نمیتونم بگم نگاه سرش آره جفتمون نگاهش کرد سر رام جان شما میپرسم عجیب ترین عادتی که داری چیه حتما باید یه چیزی میخورم غذا حالا صبحونه است نهار شامه یا مثلا درس میخونم باید تلویزیون روشن جدی باید چه جوله نمیتونم اصلا یعنی اول تلویزیون رو روشن میکنم بعد میرم سراغ بزرگترین ترس بچگی که بزرگ شم میترسی بزرگ شی نه یه بچه خیلی جذاب تره بچه بودم واقعا دوست نداشتم بزرگ شم تا حالا با ماشینت اتفاقی واسط افتاده که عجیب باشه مثلا تو خیابون تو خیابون بری و یکی شیشه بده پایین کاری کنه آره جلو ماشین پریده بودن نمیذاشتن بچه آره تا حالا یه چیزی گرون قیمت رو خراب کردی تا دلت آره اصلا یکی از تفریحات زندگی گرجی طولایی تا حالا راز دوستتو به کسی گفتی؟ راز دوستتو به کسی گفتی؟ نه نه حواسم به گرجی بود که سوتی نده یه دفعه خوش نه واقعا خیلی راز نگه دارم جدی شاید به نزدیکترین کسی هم اون راز رو
اگر تا آخر عمرت قرار باشه یه غذا رو فقط بخوری چیه؟ معلومه قیمه. اینو شما هم بده. یه غذا تا آخر عمرت همه میگن گل کلم. جدی داری میگی؟ آره. یه بار درست بخوریم ببینیم چیه. خیلی داری تشویق می‌کنی. چرا نور تو صورت؟ از لحاظ شخصیتی بیشتر شبیه مامانتی یا باباتی؟ این چه سوال خوبی بود. مامانم. شبیه مامانتی؟ مامانم اینقدر خوش اخلاقه صبح که بیدار میشه. جدی؟ نه خب فرق میکنه ولی یه جایی بیشتر به مامانم یه جایی بود. آخرین باری که از کسی عذرخواهی کردی کی بوده سر چی بوده؟ من بود؟ کلا باش اوکی ام، یعنی اشتباه کنم عذرخواهی میکنم. کوچیک و بزرگم واسم نداره. مثلا 20 سالم ازم کوچیک‌تر باشه. اگر خونه‌تون خدایی نکرده آتیش بگیره و فقط بتونی 3 تا چیزو ببری بغیر از افراد، چه چیزی رو برمی‌داری؟ بغیر از افراد؟ بغیر از افراد. اینجوری بعد منم مهدی پویا رو برداری ببری بیرون. منو که نمیتونی. فقط 3 تا چیزو میتونم با خودم ببرم. 3 تا چیزو. پیانو، گیتار، بیلیارد. پیانو، گیتار، گوشیم. آفرین. پیانو، گیتار، گوشیم. شما این هم دوستان جواب بدید. تو باید توی استودیو رو جمع یه بار دیگه بپرس چی اگر خونه‌تون آتیش بگیره خدایی نکرده 3 تا چیزو به جز افراد بتونی از خونه ببری. خب به جز افراد 3 تا چیز: تلویزیون، خب پلی استیشن و یخچال. توش خورم. آقا شیراز به جان عزیزترین کسم. خیلی شیراز زدید به قرآن. ما دوست داریم شیراز بریم. ما خودمون جزو آرزوهامون شیراز برسیم. چرا شیراز هر شهر دیگه که مجوز بده ما نوکرتون هم هستیم. بچه‌ها گفتیم دیگه نپرسید دیگه. هم باید تهیه کننده‌اش اقدام کنن، بعد باید ما رضایت‌نامه بدیم که ما رضایت‌نامه میدیم، هم باید مجوز بیاد که دیگه اون دست ما نیست. به خدا مجوز دست ما نیست. بفهم طولانی ترین مدت من یه سوال من متوجه نشدم. حقتون 5 سال یا 50؟ نه اوکی بذار بپرسیم. یه لباسی رو تا وقتی که بشوری چند بار میپوشی؟ من یه بار میپوشم کلا. منم یه بار حساسم میشم. شاید هم 2 بار. تمیز باشه 2 بار. شاید هم 3 بار تمیز نکنم. تا حالا شده به کسی بگی دوستت دارم ولی اصلا دوستش نداشته باشی؟ من واقعا آره شده. آره. آخه دلیل داره. من کلا دوست ندارم. دل کسی رو بشکنی؟ خب دوستش نداری. خب چرا بهش بگی دوستت دارم؟ منظور چیز نیستش که هر شخصی دیگه. منظور جنسیتی نیست. منظور نه آره نه کلا. من آره واقعا مثلا یکی اومد علنا به من گفتش که من تو خوشم نمیاد. داشتم موتور می‌خریدم یه آقایی اومد برگشت خیلی گنده هم بود نمیتونستیم درگیرشیم با هم دیگه. اومد اینجوری زد میشونه من داداش جلو هم وایساده بودم. گفتم جونم شما فلانی هستی؟ گفتم کوچیک شما هستم. بله واقعا کوچیکش بودم. اون خیلی بزرگ بود. گفتم بله. اون خیلی روک گفت من اصلا تو خوشم نمیاد. گفتم ولی من شما رو خیلی دوست دارم. اینجا بهش دروغ گفتم دیگه. فقط دوست داشتم اون حس بد و نسبت به من داشته باشم. مرسی. آخرش هم با هم دیگه مرسی که روک رو راست الان نمیدونی چرا من بعدش میگم. خدایی بگم نه شاید نه چیز بدی نیست. بگم خودش گفت به قرآن. الان اصلا میتونم تو لایو بعدی بیارمش. اون به خاطر اینکه دوست دخترم تو دوست دارم. تو چیزا غیر منطقی نیستش. اینو گفته بود. یادم رفت. من چه ربطی داره؟ بعد با هم خیلی دوست شدیم. خیلی هم حالا عالی. میگن چرا روحام انقدر دست میکشه تو موش بابا میاد تو صورتم. خب عجیب ترین خوابی که تا حالا دیدی چی بوده؟ خواب دیدم رفتم این از بچگی دیدم یادم هنوز رفتم توی چوب کبریت بعد با رئیس چوب کبریت ها دارم میچنیم میخوام قوطی کبریت تو قوطیش رفتم با رئیسشون دارم. چرا؟ ابرقهرمان مورد علاقت کیه؟ ابرقهرمان مورد علاقه مادرم. بچه قشنگ. شما هم بگو. یکی فقط میتونه سکوت بشه. آره ابرقهرمان بخوام داستانی بگم من گرین لنترن خیلی دوست دارم. کیه میشه در موردش توضیح بدید؟ نه نمیشه سوال. ما سرچ کنیم یه یارو سبزه. فهمیدم. اگر میتونستی خودت اسمتو انتخاب کنی چی میذاشتی؟
یا امیر میذاشتم یا بچه‌ها میدونن دیگه یا مسعود. نه داریوش یا داریوش شدی؟ چه قشنگ